امروز قرار ببینیم کی تیزبین تره. آماده این؟ من خب بچه‌ها یه دست مرتب بزنیم برای یکی از خفن‌ترین هنرمندای ایران، هنرمند آرتیست خواننده محبوب خودم آقای سعید محمدی. واقعا من خیلی جدای ویدیو واقعا من شما رو قلباً دوست دارم. موزیکتون واقعا باش بزرگ شدم و خیلی الان افتخار می‌کنم که الان پیش شما هستم. چقدر باعث خوشحالی. خیلی خوشحالم. امروز آقای محمدی قراره با هم یه چالش بذاریم. سعید جان یه ذره روم نمیشه ولی باشه. امروز سعید جان قراره با هم یه مسابقه چالش بذاریم ببینیم که کدوم تیزبین تره. میاد یه سری ویدیو واسه ما پخش میکنه که تصویری خیلی زوم شده است. ما سعی کنیم اون رو نگاه کنیم و حدس بزنیم چیه. یه سری بازدار داریم بزنیم بیار. از اینه که بعد بزنین روش. خب اگر فهمیدین چیه تو تصویر شما زودتر میزنین روش و امتیاز رو میگین. اگه درست بگین. اگر غلط بگین نوبت یکی میشه که بازدار نزده. تا وقتی که هر ستامون بگین. ببخشید از الان. نه خواهش می‌کنم ببخشید. آوردین امروز ما رو سرمون رو ببرین. من چی بگم دیگه. من که اصلا آشنایی ندارم با این بازی ولی باشه. همش به نفع ماست. و در آخرم یک جایزه هم داره برنده. بستنی مخصوص کومان. اگر برنده شین بستنی مخصوص. بستنی دوست دارین؟ راستش بستنی مخصوص نیست. یه دونه بستنیه که خیلی وایرال شده شبیه هلوه. وقتی که برنده شدیم حالا میاریم. اگر برنده شدین اگر نه اگه برنده شدین ما خودمون می‌خوریم. من فکر کنم شما خودتون می‌خورید ولی خب باشه. خب آماده ایم. بریم. 3 2 1. اصلا امکان نداره اینو تو بگیشه. نمیشه نگفت این گوشت دیگه قشنگ مشخصه. گوشته؟ گوش نی. نه گوشت نیست. گوشته؟ گوشت دیگه. خب بگو یه چی؟ چیه؟ روش نمیشه بگه اشتباهه. خب الان من و ایمان فرصت داره میذاریم. اینم بهتون میگم الان این رو 9 ثانیه پاز شد ویدیو. آره. یعنی اگه شما درست میگفتین 9 امتیاز میگرفتین. هر چی نزدیکتر به آخرش میگین امتیاز کمتری میگیرین. خب فکر کنم الان من و ایمان با هم مسابقه دیم. هندونه است؟ هندونه؟ آره. نه. وای منم خیلی خوشحال شدم. من وای میشم دقیقاً خوشحال شدم. آره. دیگه مهم نیست. گوشه با 2 تا امتیاز به اینجا نمیرسی. این دیگه گوشته دیگه. گوشته. نه فلفل دلمه‌ایه. فلفل دلمه. یه امتیاز گرفتم. کوراش یک امتیاز. فلفل دلمه گفتم دیگه. دلمه‌ای نیست. چرا دیگه؟ یه نوع فلفل دیگه. یه نوع فلفل آقای ما اینجوری نکن جلو. نه ولی دلمه‌ای نیست. دلمه‌ای نیست ولی خب فلفله بله. یه امتیاز بشه ما به شما میبخشیم. امتیاز نمیخوام. 3 2 تازه بازی ما دستتون. 1. تازه ما دست. برو بریم. حالا اینو واقعا نمیدونم چیه. هیچ دیگه نمیزنه همه ترسیدیم. این از این گیاه حشره خاره؟ نزدیکه ولی درست نیست. نمیدونم چیه. 2 ثانیه هم وقت بده. من اصلا نمیدونم چیه. من اسمشو نمیدونم ولی گیاه حشره خاره. شبیه گیاه هم میخوره باشه. کاکتوسه؟ درسته ولی چه اتفاقی داره براش؟ یعنی هر چیزی داره مثلا فلفل دلمه‌ای داشت بریده میشد. بعد بگیم که چه اتفاقی داره واسش میفته؟ امکان نداره من بتونم بگم چه اتفاقی داره واسش میفته. مگه میشه؟ نه داره رشد میکنه. گل داره میده فکر میکنم. من فکر کنم آقا من گوش بده. من فکر کنم حتی حدسم بزنیم چیه کافیه. این که چه فعلی داره روش انجام میشه دیگه خیلی سخته. اینجا چون برای من نوشتن مثلا برای هر کدومشون داره. تو خودمون پشت نشستی واسه خودت میکنی خیلی خفنی ولی اینجوری نیست. خیلی سخته. دشوارتر از این چیزی فکر می‌کنی. حداقل بزن ببینیم چی میشه. شما خیلی باحالی. خیلی نمکه. خودش ترچش میشه. این چیز کاکتوسه. امکان نداره این آدم بتونه حدس بزنه. دو تاشو بدیم. ایمان گفت. نه نمیخوام. ایمان گفت کاکتوس جدی بریم. خب شما آماده این؟ دستتون رویه. بریم. من که آمادم. ایمان اول این که دارن قاشش میکنن. نه منظور چی هست؟ این شاکلته. به نظر من شاکلته دارن میبرن. ولی من میدونم حرارت هم شکلاتیه. چه شکلاتیه؟ تخم شانسیه. درست گفتی من. 5 امتیاز. شاکلتشو من گفتم ولی همون آقا امتیاز منو به من بده. چرا بلند میگفتی؟ ناکن این از این جور شما نمیشناسینش. خب این از این جور آدمایی که این حیوانایی که میرن بالا سر مرده چیزی کنن. از این جور آدماست. خب امتیاز منو به کسی ندین خانم وگرنه من اینجا رو به هم میرسم. گفتم 5 امتیاز آقای محمد. 5 امتیاز آقای محمد. ایمان تازه تقسیم کنی امتیاز. آره بهتر. دونیم. دونیم
ببین چی بود اصلا؟ تو خوش شانسی اون برششو آره تو خب بابا دم دیگه هم درست گفتی. خدایی تیزبینه شکلات خدایی ایمان منم دوست دارم تا دیدم خب شکلات بودنش قشنگ مشخص بود. این دیگه چیه؟ اینا رو از کجا میارین شما؟ تصاویر رو کجا پیدا میکنی شما؟ خیارشوره. درست. خیارشور. ثانیه آخر فهمیدم. خیارشور چلوسیده ایه. چه امتیاز گرفتن؟ 2 امتیاز گرفتن. چیز خاصی نیست اون قدر. نه متاسفانه. فعلا از شما امتیاز بیشتره. کوروش من اینو میدونم چیه. این از این چیزا میخورن. این پاک کنه. این 100% پاک کنه. نیست. این از اون پاک کن. راست میگه قرمز آبی بود. راست درست میگه. میگه. 8 امتیاز کوروش گرفت. باریکلا کوروش. باریکلا. نشد. پاک کن بود یا نبود؟ پاک کنه. آره بابا پاک کنه. 8 امتیاز. کردم بستنیه. من تا آقای محمدی آقا سعید من یه چش دارم اینجوری بازی میکنم. اگه 2 چش داشتم که دیگه 100 یه چشم نمیبینه. اگر جفت چش میدید که همه رو برده بودم الان. من 2 تا گوشم نمیشنوه. 3 2 1 سوزنه چی؟ این به نظر میاد میخه یا سوزن روی بازم گوشت داره کشیده میشه. این گوشت باید باشه نه؟ تقریبا درست گفتید. چیه؟ پلی کنم روی چی داره کشیده میشه رو اشتباه. اوکی. اون مهم نیست. آره ما فقط حدس زدیم گفتین چیه؟ گوشته. پلی کن ببینم. 5 امتیاز رو بدم با آقای. آره بذار میگیرن. این گوشته. پوسته یا گوشته اون؟ انگشته. انگشته. چقدر نمیدونم دوست داشتین قبول کنین دوست نداشتین قبول. 5 امتیاز. آخه یه جوری گوشه دیگه. اونم یه جوری گوشه دیگه. آره واسه همین نمیدونستم اون لحظه. گوشت انسان گوشت حیوان نداره. گوشته. خیلی دوستام دارن که بچه‌ای تو خونم دارن الان امتیاز میگیرن به خوبی ما یا نه. آره این خیلی جالبه. یا فقط ما 3 تا خیلی تیز بین. حسن این چیه؟ من زدم رژ لبه. نه اشتباه. ماژیکه؟ درسته. برافو. من 2 امتیاز دارم میگیرم. نوک ماژیک بود که داشت فشار می‌داد روی چیز اینه که چوب پنبه. گوش پاکن. آره چوب پنبه. باش. خب بریم بعدی. 3 2 1 من همیشه اولی هم که میزنم این قوره است دارن از توی غذا در میارن. نه کلوز آپ تره. نه قوره نمیشه. خیلی کلوز آپه. از دست دادم. دونه های پشن فروته نزدیکه ولی اشتباهست. توت فرنگیه. درسته. باریکلا. آره توت فرنگیه. آره راست میگه توت فرنگی. خیلی دیگه زومه این واقعا اینو گفتم خیلی شکل من قوره رو قبول داشتم. من اصلا یادم نبود قوره چه شکلیه. الان یادم سبز رنگه. عاشق قورم تو خورش بادمجون. چقدر دلم خواست. دهنتون آب افتاد. خیلی. یالا من باز اولی بودم. آناناس. نه نزدیک هستید ولی آناناس نزدیکم ولی نکن. شما خیلی سری میزنین اصلا مهلت نمیدین. میشه پلی کنی؟ میگه نزدیکی ولی چیز ماهیه. قلاب ماهی اونش درسته ولی تهش هم نشون نداده اون چیه. الان دیگه صفر امتیاز نه بابا دیگه بعد وقتی دیگه نشون داد قشنگ دیگه. ولی این کجاش نزدیکه به آناناس؟ نمیدونم شاید که جفتشون زرد رنگ انجام میوای زرد رنگی راست. خواست مثلا زیاد چیز نشم نامه نشم یه ذره بهتون انرژی مثبت. دمت گرم. بعدی این من میدونم. این دوتا میدونستم. دارن میسوزوننش. کاملا درسته. من خواستم بگم کبریته. من خواستم بگم یه جعبه کبریت آتیش گرفته. چه زود شما باش کانکت کردی ولی من نکردم. هر روزی 7 بار میبینم این
من ضرر برای این استیکاردو هر روز دارم میبینم تو زندگی. خوب هست. من اصلا این حسن زدم. چند تا گرفتی؟ 8 آقا سرمونو برون. بونس ما رو میدی چون من قشنگ گفتم هیچ بونس نداریم. بونس از کجا میاد؟ صحبت بونس میکنه. بونس ها برای مهمونه. هر دفعه امتیاز میگیره تازه میگه بونس هم بده. این از اوناست که بره توی مغازه یارو بدبخت میکنه. یارو هنوز موافقت نکرد سری قیمت میگه بونس هم بده. قشنگ از این جواب خوشم میاد در چند دقیقه شناخت اولین باری که من دیدی شناخت خیلی خوشحالم. این که فندک درست. بله 8 امتیاز همزمان زدم. من پایینشو ندیدم ولی باری کلا این چیزی که من تمام عمرم کم تنگاتنگ خیلی رقابت. جدی خدا رو شکر چون معمولا کوروش میبازه یعنی هیچ رقابتی با من که نداره حالا خدا رو شکر داره تو دلت خالی میکنه گوش نده بهش کوروش. میدونم عادت کردم. آستونش رو انتخاب کن خانم مدیر. کوروش کیکه. نه اشتباه. آفرین خدا رو شکر اشتباه. پلی کنم یا میدونی چیه؟ پلی کن حالا یه ذره ادامه‌شو ببینیم. یه چیزی که دارن میبرن کبریته. درست. 4 امتیاز. من میخواستم بگم قاچ هندونه. نه بذارین بهتون بگم چه اتفاقی افتاد. من کیک رو حذف کردم برای شما همتون خیالتون راحت شد چون که همتون می‌خواستین بگین کیک بعد دیگه راحت حد زدم. یعنی یه جورایی من خودداشتگی کردم برای این کیک. خیلی خوشحالم که این کارو کردی. من جایزه‌مو با تو یه ذره بهش میدم. یه ذرهش میدم. یکسه خیسیه. میبینیمش خیسیاشو. خیس بودنشو میفهمم. نه دیگه الان دیگه دیگه لیموه. گم شو هر کی دیگه میتونه. منم میگم لیموه. یه امتیاز واقعا حق این نبود. یه اشتباهی شده. این کامل مشخصه که لیموه. قبلش چی می‌خواست بگی؟ امکان نداشت می‌خواست بگی عسل. می‌خواستم عسل. فکر کردم مثلا خیلی زوم کردم روی عسل. مفخوری فقط مفخوری. چقدر من شما خوشبختی من وسطتون نشستم. آره یه دعوایی میشه. یادم این کارو می‌کنی راست شما. چه باحال. این داره بریده میشه چیزیه. نکتیزیه. عجب. نشون بده دیگه. نمیشه آقا. زودتر زده بود. بوقو میزنه. این یه دونه میره. بوق همین. آره. کامل دیگه الان دیگه همه نه زودتر زده اون با خیار کار میشه داشتم. میگه. یعنی عمر با خیار سر کار دارم. واقعا اصلا بگم کپکه ولی خب میگه یه عمر میگه با خیار کار داشتم. آره دیگه مثل قبلی هم. امتیاز من نمیگم چون من واقعا می‌خواستم بگم کپک قبل از خیار. یکی میبره دیگه. میگن قطره قطره آقای کوروش قطره بچه دمتون گرم چقدر خندیدم من. اوه این چه وحشتناکه این. آره انگار عمل جراحیه. آی اصلا نمیدونم چیه. شما فکر کنم نمیدونی همینجوری زدم که اولی باشم. آره شما نگین زودتر. این اناره؟ درسته. مرسی. واقعا داری اناره واقعا؟ واقعا هست من خودم باور نمی‌کنم. من می‌خواستم بگم ژله است. اینم میوه به نظر میاد. ایمان چه سریع. گوجه است؟ خیر. گوجه که دندون نه نداره. این استرابریه. خیر. وای ببخشید. مفخوری. شما نمیتونین بگین دیگه. من پرتقاله مای گاد. نارنگیه. حالا درسته که من مثل ایمان لحظه آخر هستم خب ولی من واقعا قلبا میدونستم پرتقاله فقط نگفتم. چرا نگفتی؟ اگه قلبا میدونستی من اصلا فکر نمی‌کردم. امکان نداره. من میدونستم پرتقاله. و این آقای چرا حس سوزن میکنه تو چیزای مختلف جوری میشه. آره حس خوبی نمیده اصلا. داره سختاش انتخاب میکنه به خدا. آره ما که با هم دیگه تازه یه ساعت یه ساعته. چرا اینقدر نه الان خیلی میاد داره مهمون ما دیگه وقتی شما نباشید مدیر هستن شما درست فهمیدین. فقط دنبال این بوده خط کش وای میزنن. زبونه چی این وایسا حسی که آب شدش. من یه حدسی دارم هنوزم خدایی یه چیز نشده. وا خیلی نامرده. من یه حدسی دارم. خیلی نامرده. میشه بگم میشه. آدامسه. خیر. پشمکه. خیر.
چسبه. بله. بابا چسب چیه؟ چسب رنگی مگه داریم اصلا؟ کی چسب صورتی داره آخه اصلا؟ تو استفاده میکنی؟ من اونجا دارم چسب صورتی چه چسبی بود؟ خب اینم جایزمونه آقای سعید، آقای محمدی. خیلی بیشتر از این زحمت کشیدم من. راستش آره، ولی این بستنی خیلی وایرال شده در فضای دنیای مجازی. بستنی هلوگونه‌ای که خیلی دنبالشن. رفتیم دنبالش هم اکثر جو سولد اوت شده بودن. خیلی آخرین بسته بود که به ما رسید. وقتی میگه وایرال شده تو دنیای مجازی آدم فکر میکنه اگه یه گاز بزنه یه دونه کامپیوتر میکنه. خب حالا مهم اینه کی برنده شد. اصلا ببینیم که این بستنی به کی میرسه. حالا جلوی من گذاشته حتما من نمیدونم واقعا برنده شدم یا نه. با 17.5 امتیاز ایمان دوم شد. دوم شد. شماست. وای بر من. با 14 امتیاز کوروش سوم شد. کوروش سوم شد. با 14 امتیاز. با 24.5 امتیاز آقای محمدی واقعا من شدم. تبریک میگم بهتون. اولین باری که این بازی کردین شما برنده شدید. من نمیدونم به خدا بهتون واقعا تبریک میگم. امیدوارم که واقعا برنده شده باشم. من خودم باور نمیکنم. نه برنده شدید. من فکر نمی‌کنم میاد. منم باورم نمیشه. دقیقاً. خب پس جایزم برای شما شد دیگه. بستنی وایرال هلویی برای شما شد. البته اگر نمی‌خواید ما اوکی، اگر بستنی دوست نداریم ما هم حاضریم بکنیم. چون من خیلی وقت منتظرم. من چون که واقعا خیلی ایمان زحمت کشید میخوام هدیهش بدم به ایمان. حتی این حیوانی آخه سوم شد. من واقعا این همه چیو میخورم. شما واقعا من سوم شدم ولی این همه چیو میخوره. زیاد نیاز نیست. بفرمایید. این حیوانی خیلی زحمت کشید ایمان. معمولا همینه. چون نمیخواد حتی یه کوچیک امتحان کنی یا نه؟ آخه باش امتحان میکنم. چرا نه؟ کوچیک امتحان کنی من خوشحال میشم. چجوری باز میشه؟ فکر کنم دارم سعی میکنم. روشم به ژاپنی نوشته. آره اصلا امیدوارم خوشمزه باشه. مطمئن این بستن یه چیز دیگه توش نیست. امیدوارم. آخه ما که نمیفهمیم روش چی نوشته. نوشته. راستش نمیفهمم. هلوه. یه دونه اینام داره که تو دست واقعا هلوییه. آره فکر کنم آره اون تو دستتون نگرم دارین که راحت‌تر بتونین بخورین. با اجازهت. جان. وای چه گاز خوبی هم زدی. خوشمزه است؟ عجب باحال. چقدر نرم به نظر می اومد. چقدر دلم خواست. آره بریم بیاریم بخوریم به خدا. چقدر خوشمزه است جدی؟ خیلی باحاله. خب جدی میگم. مثل نونخامه آقای محمدی. شما خودتون نخوردین تا حالا؟ من تا نخوردم. شما فقط برنده. به نظر میاد دهنتون آب افتاده. خب بریم وقتی دهن اون افتاده که من تمام وجودم الان این بستنی رو میخواد این گازی که شما زدید. شما چیزایی که راجع من فکر نمی‌کردین امروز همه رو فهمیدید. گفتین اینو میشنیم اینجا این حتما نمیتونه ببره برده. حالا میگیم بستنی هم خودمون میخوریم اونم بستنیتون هم خوردم. حالا بیا جلو. ما خیلی که شما اومدین پیش ما انقدر خوشحالمون کردین. انقدر خوشحالمون کردین که اصلا حد نداره. بذار اینو بزنیم این بعد. ممنونم مرسی. مزه هلو هم میداد یا وانیلی بود آقای محمدی؟ کیمیا فکر کنم همیشه بستنی میاد. خب بچه‌ها امیدوارم که شما مثل ما امروز کنید چیزای جدید یاد گرفته باشی. چی مثلا؟ بچه‌ها یاد گرفتن که چقدر آقای محمدی آدم باحال و خاکی و خفن و هنرمند نمبر 1 و من واقعا شما رو دوست دارم. بچه‌ها برین فالوش کنین توی اینستاگرام، توی یوتیوب، توی اسپاتیفای، بریم کامنت بزنین، دایرکت بدین، بریم موزیکاشون گوش بدین که واقعا یکی از دلایلی که من موزیکشون خیلی دوست دارم به خاطر اینکه موزیک راک فارسی رو باهاشون آشنا شدم. آهنگایی که دارن که آهنگای راک خیلی خوشگل دارن که من واقعا کلی ازشون الهام گرفتم و واقعا خوشحالم که شما ممنونم ازت. ممنونم. خیلی مرسی که من یه دونه آهنگ راک جدیدم خوندم که الان میکسش و مسترش تموم شده. به زودی میاد. اومد بیرون شیر میکنم که با همه ببینم بچه‌ها. حتما من برای تو میفرستم که تو شیر بکنی. خیلی خوشم. بازم مرسی که اومدید برنامه‌تون. ممنونم از شما که من دعوت کردین. برنامه‌تون واقعا فانه. خیلی حال کردم. برام تجربه جدیدی بود و امیدوارم که بازم به موقعیتی پیش بیاد. ما از خودمون امیدوارم ما افتخارمون. کامنت‌های بعد این سری هم آقای محمدی آوردن با اجازهتون. خیلی عزتون دارم بچه‌ها. خداحافظ. آرزوهامون یه هوا به رو به زمزمه خود از خیال تو خوابه درخت بی سایه دیروز ما قصه کلی و کوچه امروز ما پایی و پرداچه کوچه درخت بی سایه مثل یه سایه داری گم میشی آروم آروم
حرف ساده آرزوهامون یه حباب رو به زمزمه باد و خیال تو خوابه درخت بی سایه